چرا حرف خدا را جستجو نیست؟ چرا با حرف شیرین گفتگو نیست؟ برادر با برادر روبرو نیست. همین دنیا از آن ما و تو نیست. زن و مردیم و یا پیر و جوانیم، همه مهمان این کهنه جهانیم. اگر 100 سال دیگر زنده مانیم، همین دنیا از آن ما و تو نیست. هزاران ثروت و دولت ببینیم، گرسنه چون فقیر دانه چینیم. به آخر ما همه زیر زمینیم. همین دنیا از آن ما و تو نیست. اگر باشی فلان ابن فلانی، که آخر سر به خاکی تیره مانی. ایا بنده مکن اصلا کلانی، همین دنیا از آن ما و تو نیست. به دولت آدم و صاحب مالی، همیشه زندگی کن با حلالی. در آخر می روی تو دست خالی، همین دنیا از آن ما و تو نیست. همیشه صاحب دنیا خدا است، به دنیا منمنی کردن خطا است. زی حاکم این سخنها یک ندا است، همین دنیا از آن ما و تو نیست. جهان اصلا از آن ما و تو نیست. الله آخرت هر یک ما و شما را بخیر گرداند و از منمنی کردن و از کبر و ریا دور گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.